کانکتورهای پیچی یکی از روش‌های اتصال استاندارد و محکمه که موقع نصب کلید و پریزها و نصب هالوژن‌ها میتونیم ازش استفاده کنیم. البته از نوع غیر قابل اشتعالش. کانکتورهای پیچی توی 5 سایز SP1 با رنگ خاکستری، SP2 با رنگ آبی، SP3 با رنگ نارنجی، SP4 با رنگ زرد و SP6 با رنگ قرمز طراحی شدن. کانکتورهای پیچی بر حسب سایزشون مناسب یک تعداد سیم هست که SP3 که رنگ نارنجی باشه مناسب 4 رشته سیم 1.5 هستش. به این صورت که سیم رو لخت بکنیم و داخل کانکتور به جهت عقربه‌های ساعت میپیچونیم. خوبی این کانکتورها و مزیتش نسبت به سرسیم اینه که چند بار مصرف هستن. یعنی شما میتونید باز کنید و برای سایزهای دیگه حالا یا اضافه کردن سیم یا کم کردن دوباره استفاده کنید. کانکتورهای پیچی ترموپلاستیک غیر قابل اشتعال هستن و تا 80 درجه سانتیگراد تحمل دما رو دارن. همونطور که میبینید شعله نمیکشه و آتیش نمیگیره.